یه تماس اشتباهی زندگیمو منقلب کرد. اوایل فقط حرفهای معمولی بینمون بود، اما کم کم حس کردم تو بغلش همه چی فرق میکنه. تا اینکه یه روز اتفاقی افتاد که ازدواج که کردم از شهرم دور شدیم و با همسرم به تهران اومدیم. خونمون خیلی کوچیک بود. منم مثل مرغ توی قفس شده بودم که گاهی از پنجره آسمون رو نگاه میکردم و به یاد گذشته میافتادم. دلم پر میکشه برای گذشته. اونقدر گذشته برام شیرین بود که تو بیداری هم رو هم پر میکشه و میره تو اون ایام. روزهایی که کمتر ساعتی پیدا میشد که تنها باشیم و خونه در سکوت باشه. خونه بزرگ پدرم همیشه پر رفت آمد بود. غرق اون روزا می شدم. فردین شوهرم مرد خوبیه. پدرم هم خیلی دوستش داره. ولی موافق نبود که ازشون دور بشیم. اما چون فردین تازه استخدامی اداره دولتی تو شهر تهران شده بود، به خاطر همین مجبور بودیم بیایم و او هم چاره جز پذیرفتن نداشت. البته منم بدم نمی اومد بیام تو این شهر درندش زندگی کنم، اما فکرشم نمی کردم که چه زندگی سختی پیش رو دارم. فردین واقعا عاشق منه. این روزا وقتی میخواست بره سر کار، تو آخرین لحظه‌ای که خداحافظی میکرد، تو نگاهش ناراحتی برای من موج میزد. تا مدت قبل فکر میکرد من در کنار او هیچ غم و غصه‌ای ندارم، اما همین که بهش گفتم در و دیوار تو روز میخوان منو قورت بدن و من از تنهایی بیزارم، همیشه دلواپس من بود. تا شب که برگرده از سر کارش روزی چند مرتبه تماس میگرفت. یه روز گفت خیلی ناراحتم که تو خونه ساعتهای زیادی و تنهایی و این احساس خوبی بهت نمیده. به نظرم اگه دانشگاه بری و درس بخونی، هم رشد علمی میکنی و هم از این تنهایی در میای. هنوز حرفش کامل نشده بود که از شادی بلند شدم و داد زدم خیلی عالیه، فکر بکریه، چرا به فکر خودم نرسید؟ من همینو میخوام. شوهرم ثبت نامم کرد و مدتی درگیر کنکور شدم و خوشبختانه تو یکی از دانشگاه‌های تهران قبول شدم و شروع کردم به درس خوندن. چیزی نگذشت که زندگیم ردیف شد. او گاهی وقتا میدید که مشغول درس خوندنم و کتابا جلوم پخشه، یه لبخند رضایت بخشی میزد و میرفت برام چای و بیسکویت و میوه و این چیزا میآورد تا به هم برسه. زندگیم داشت روی شیرینش رو به هم نشون میداد. تو دانشگاه خیلی زود با چند تا از دانشجوها دوست شدم. گاهی با هم سالن مطالعه میرفتیم و گاهی توی پارک با هم قدم میزدیم. برای کارهای عملی درس‌ها ازشون هم فکری میگرفتم و اونا هم جزوه های منو بهترین جزوه های کلاس میدونستن. یه روز منتظرشون بودم. دیر کرده بودن. با خودم گفتم تماس بگیرم ببینم کجان، چرا تا حالا نیومدن. از فرزانه یه شماره‌ای حفظ کرده بودن. بهش زنگ زدم. اما با تعجب دیدم یه پسر جوانی جواب داد. ظاهرا شماره رو اشتباه گرفته بودن. عذرخواهی کردم و قطع کردم و دوباره شماره‌ای که تو ذهنم بود رو گرفتم. ظاهراً همون شماره اشتباه بود. چند کلامی بین ما رد و بدل شد و اون چند تا تیکه بارم کرد و منم جوابشو دادم. بعد که از فرزانه دوباره شماره‌شو خواستم، دیدم 2 رقم رو جابجا حفظ کرده بودم. چند روزی گذشت. یه روز وقتی تو سالن مطالعه برای رفع خستگی مونده بودم چه کار کنم، نمیدونم چی شد یاد اون پسر افتادم و یهو به ذهنم زد که اسمسی به اون بدم. با خودم گفتم کمی سر کارش بذارم. اما بعد چند ثانیه اون تماس گرفت. پرسید این بارم پیامک رو اشتباهی فرستادین؟ گفتم نه. اون روز از حرف زدن ناراحت شده بودم. خواستم تلافی کنم. و اینطوری بود که شوخی باب صحبت بینمون باز شد و کمی حرف زدیم. ازم پرسید چه کارم؟ واقعیت رو گفتم. پرسید چند سال دارم؟ گفتم 23 سال. ولی الکی به او گفتم ازدواج نکردم. پسر خوبی به نظر می رسید. کمی منو نصیحت کرد و گفت مدتی برای کار تو تهران بوده و دیده چه گرگایی تو لباس میش تو این شهر هست. اما نتونستن دوام بیارن و به اصرار مادرش برگشتن شهرشون.
بعدش هم تاکید کرد که این کارا عاقبت خوبی نداره و نباید اینقدر راحت با پسرا ارتباط داشته باشم. منم پذیرفتم، اما گاهی حوصله‌ام که سر میرفت بازم به او زنگ میزدم. اونم با آرامش حرفامو گوش میداد. کم کم بهش عادت کردم و دیگه فقط روزان نبود که باهاش تماس میگرفتم. یه شب که فردین بیشتر از معمول دیر کرده بود، از تنهایی حس غم و بیقراری رهام نمی‌کرد. ساعت از 10 شب گذشته بود. خونه تاریک بود. فقط نور ضعیفی از لامپ اتاق فضا رو روشن کرده بود. صدای تلویزیون از حال می اومد، ولی حتی اونم نمیتونست این سکوت سنگین رو بشکونه. لب تخت نشستم و گوشی رو تو دستم محکم نگه داشته بودم و انگشتم بی هدف روی صفحه گوشی می لغزید. به عکس همسرم روی میز نگاه کردم. همیشه با اطمینان و مهربونی به هم نگاه میکرد، مثل تو عکسش. با اینکه خیلی دوستش دارم، ولی حالا تو این لحظه حس میکنم هزاران کیلومتر از او دورم، حتی اگر همین حالا پشت در خونه باشه. بالاخره انگشتم روی یه شماره ثابت شد، شماره‌ای که هر بار زنگ میزنم حس میکنم قلبم تندتر میزنه. شاید نباید تماس بگیرم، شاید این درست نیست، ولی امشب نیاز دارم با کسی حرف بزنم، کسی که منو بفهمه. با دست لرزون دکمه تماس رو فشار دادم. الو، سلام. صداش از اون طرف خط می اومد، گرم و مطمئن. قلبم کمی آروم گرفت، انگار بخشی از سنگینی شب از روی شونه‌هام برداشته شد. سلام، میتونیم صحبت کنیم؟ نمیدونم چرا، ولی به صدات احتیاج دارم. با مهربونی گفت البته، هر وقت بخوای. چی شده؟ خوبی؟ چطور میتونستم بگم این تنهایی، این بیقراری مثل موج بزرگ هر شب منو در خودش غرق میکنه؟ درسته همسرم آدم خوبیه، ولی تو این شهر شلوغ و پر سر و صدا تو تنهاییام گم شدم. از اینکه اینو بگم خجالت میکشیدم، اما خب حقیقت داشت. گفتم خوبم، فقط خیلی احساس تنهایی میکردم، دلم میخواست با کسی حرف بزنم. مثل همیشه با صدای مهربونش گفت من اینجام، هر چی دوست داری بگو، شاید بتونم کمکت کنم. گفتم وقتی با تو صحبت میکنم حس بهتری دارم و حرفهای صمیمانمون شروع شد. کم کم این تماس‌ها و صحبت‌ها برام مثل یه طناب نجات شده بود. حتی شاید این طناب به جای امنی ختم نشه. بین عشق به همسرم و این حس جدید حسابی درگیر شده بودم. فقط میدونستم که گاهی به اون خیلی احتیاج دارم و نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. اوایل از اینکه میدیدم بین ما جملات عشق و عاشقی زیادی رد و بدل نمیشد و گناهی نمیکردیم، خیالم راحت بود. به همین دلیل نگرانی خاص و احساس گناهی نداشتم. اما کم کم شوهرم کاری به گوشی من نداشت و من از اعتمادش خیلی خیالم راحت بود. وقتی صدای رسیدن SMSی تو خونه میپیچید میگفت خیلی خوشحالم که تونستی زود چند تا رفیق صمیمی برای خودت پیدا کنی. یه روز صبح شوهرم طبق معمول بلند شد و برای نماز منم صدا کرد. منم مدتی بود که حال حوصله درستی نداشتم. با بلند میشم گفتن میدیدم که نمازم قضا شده. اون روز وقتی بلند شدم وقت نماز گذشته بود. رفتم تو آشپزخونه، صبحونه رو آماده کردم. بعد اومدم صداش کنم. دیدم رفته سجده و داره دعا میکنه. تو دعاش از خدا تشکر میکرد که خدا همسر خیلی خوبی نصیبش کرده. سریع برگشتم تو آشپزخونه. نفسم تند شده بود. انگاری قلبم هر چی زور داشت رو به کار برده بود تا خون رو به سرم پمپاژ کنه. خیلی حالم گرفته شد. آخه این دعا رو بارها تو سجده شنیده بودم ازش. پس چرا من در کنارش همش احساس تنهایی میکردم؟ آخه چرا؟ با صدای پای او به خودم اومدم و سریع چند مشت آب به صورتم زدم. وقتی اومد تو آشپزخونه قبل از اینکه حرفی بزنه پیش دستی کردم و گفتم نمیدونم چرا با سردرد از خواب بیدار شدم. بعد اینکه دیر شده بود با اشاره من چند لقمه سر پای برداشت و با اصرار آماده شد که بره سر کارش. دلواپس هم شده بود و من به اون میگفتم که نگران نباشه و چیزی نیست، کمی بخوابم خوب میشم. وقتی برای خداحافظی از من جدا میشد دستش رو دراز کرد. بهش دست دادم. بعد از فشردن دستم اونو بوسید. تا به نگاه کردن تو چشمای مهربون اون رو نداشتم. انگار احساس گناه،
دستاشو بیخ گلوم گذاشته بود و داشت خفم میکرد. به هر جون کندنی بود خودم رو کنترل کردم تا شوهرم بره. اون که رفت بلند بلند گریه میکردم. خودم رو لعن و نفرین میکردم که چرا دل به یکی دیگه دادم. تو رو خدا، تو رو به مقدساتت، اگه من برات مهمم دیگه به من زنگ نزن. اصلا با من تماس نگیر. معلوم بود متحیر شده و داشت حرفامو با تعجب گوش میکرد. بعد جملاتمو تصحیح کردم و گفتم تو رو جون مادر، اگه من خریت کردم و تماس گرفتم تو جوابمو نده. بعد در حالی که اون همچنان ساکت بود تماسمو قطع کردم. چند روز بعد با شوهرم مشغول صحبت بودیم که منصور SMSی فرستاد. جلوی شوهرم خوندمش. گاهی اعتماد زیاد شوهرم بهم حس بدی میداد. شاید اگه کمی حساس بود من انقدر پیش نمیرفتم. پرسیده بود بهتری؟ جلوی شوهرم نوشتم بد نیستم و ارسال کردم. نمیدونم چرا احساس گناه من نپسند داشت. گاهی تصمیم میگرفتم که دیگه با منصور تماس نداشته باشم و گاهی همه چی فراموشم میشد. چند باری بهم گفت که دوست داره برای ازدواج پا پیش بذاره. این حرفش لرزه به تنم مینداخت. اگه میفهمید متأهلم چطور برخورد میکرد؟ اگه فردین متوجه تماس و حرفای ما میشد چی کار میکرد؟ با این افکار وحشت تمام وجودم رو فرا میگرفت. با این حال نمیدونم چرا نمیخواستم منصور رو از دست بدم. حس آرامش و اطمینان خوبی بهم میداد. یه روز با فرزانه صمیمی‌ترین دوست دانشگاهیم روی نیمکت محوطه دانشگاه نشسته بودیم. او تو این مدت خیلی بهم محبت کرده بود و هر موقع بهش نیاز داشتم کنارم بود. مثل خواهر نداشتم شده بود. دلم میخواست موضوع منصور رو براش تعریف کنم. حرف زدن در مورد اون حس شیرین و خوبی بهم میداد. به خاطر همین داستان ارتباطمون رو براش تعریف کردم. حس می‌کردم حالت چهرش داره تغییر میکنه. اما هیچی نگفت تا حرفم تموم شه. بعد ازم پرسید اگه یه روز منصور بخواد با هم قرار بذارین بعد تو رو به یه خونه ببره باهاش میری؟ گفتم چرا که نه؟ من بی نهایت دوستش دارم. گفت حاضری باهاش ازدواج کنی؟ گفتم نه. گفت خب پس اگه اون از تو درخواست رابطه کنه چی؟ حاضری به اون جواب رد بدی؟ کمی مکث کردم. فرزانه زل زده بود به لبام. هر چه خواستم به خودم بقبولونم که بگم نه، نتونستم و گفتم من اینقدر دوستش دارم که هیچ جوره نمیتونم به اون جواب نه بدم. هنوز حرفم تموم نشده بود که با عصبانیت سرم داد زد و گفت تو خیلی پست شدی دختر. اصلا فکر نمی‌کردم یه روز بتونی اینقدر راحت به شوهرت خیانت کنی. اونم به شوهری که عشقش به تو ضرب المثل شده بین ما. به اون پسر هم داری خیانت میکنی. به نظرت اگه متوجه بشه تو متأهلی بازم تحویلت میگیره؟ از عصبانیت رنگش پریده بود. به من نگاه کرد و گفت به نظرم بیمار شدی. برو خودتو درمان کن و تا وقتی هم حالت خوب نشه دیگه حاضر نیستم دوست تو باشم. راستش اصلا انتظار این رفتار و پرخاش رو از اون نداشتم. داشتم براش درد دل میکردم. اما اون که از بیرون به ماجرا نگاه میکرد و من و زندگیمو خوب میشناخت با حرفای من به شدت به هم ریخته بود. سری تکون داد و با ناامیدی از روی نیمکت بلند شد و رفت. با خودم گفتم شاید از حسودیشه که نمیتونه ببینه یه آدم یکی رو اینقدر دوست داشته باشه. کمی بعد از جام بلند شدم و گرد لباسامو تکوندم و به طرف خونه راه افتادم. هنوز نفهمیده بودم که فرزانه چرا با هم دعوا کرد، اما خیلی به هم ریخته بودم. روزها سپری شد و گاه و بیگاه چهره خشمگین فرزانه جلوی چشمام ظاهر میشد. وضعیت خوابم به هم ریخته بود. میدونستم که کارم اشتباهه، اما شده بودم مثل ماشینی که قدرت موتور ناچیزی داره و میخواد از گردنه تندی بالا بره. دوگانگی عجیبی برام ایجاد شده بود. وقتی شوهرم از سر کار با من تماس میگرفت میخواستم از احساس گناه بمیرم. از طرفی نمیتونستم منصور رو کات کنم. شوهرم متوجه حال بدم شده بود. همه جوره میخواست به من کمک کنه، ولی من نمیدونستم چه کار باید بکنم. یادمه تو روز عقدمون با لحن شوخی گفت من تو زندگی حساسیت دارم. اگه خدای نکرده ببینم با کسی هستی، یا کاری دست خودم میدم یا خانواده تو یا اون مرد رو به عزا میشونم. با یادآوری این حرفش قلبم به تپش میافتاد. تا مدتی با فکر منصور خیلی خوش بودم، اما حالا که حسابش رو میکنم میبینم در قبال احساس خوشی که با او به دست میآوردم ناخوشی های زیادتری مثل سیل وجودم رو پر میکرد. این افکار و توجیهات و نگرانی ها یه روز نبود که تو ذهنم نباشه و از همه اینا بدتر وقتی بود که
تو چهره خسته همسرم نگاه میکردم تا اینکه یه روز اتفاقی افتاد که دیگه نتونستم ادامه بدم. اون روز وقتی از سر کار برگشت خونه بدون اینکه به من چیزی بگه رفت و تا چایی ریخت و اومد کنارم نشست و گفت خب خوشگلم بگو ببینم امروز چه کار کردی؟ کمی به چهره معصوم اون نگاه کردم. احساس بدی داشتم. بغض گلومو میفشرد. خودمو اونقدر پلید تصور میکردم که آب دریام نمیتونست منو پاک کنه. نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زیر گریه. فرزانه درست میگفت. من به یه حیوان تبدیل شدم. با حق گفتم من حالم اصلا خوب نیست. کمکم کن. این بار اون منو تشویق کرد تا پیش یه مشاور خوب برم. مدتی گذشته. اگرچه هنوز نتونستم منصور رو فراموش کنم، اما احساسم نسبت به خودم بهتره. چون برای زندگیم، برای فراموش کردن اون دارم تلاش میکنم. وقتی فرزانه متوجه شد برای درست کردن خودم و زندگیم دارم تلاش میکنم، دوباره دوستیشو شروع کرد و مدتی بعد به توصیه او شماره های منصور رو هم از گوشیم حذف کردم و شماره خودم رو هم عوض کردم تا یه وقت نگرانم نشه و نخواد حالمو جویا بشه. به نظر شما چرا این مسیر غلط رو در پیش گرفتم؟ دوستان عزیزم ممنونم که تا آخر داستان با من همراه بودین. لطفاً نظرات خوبتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. اگر از داستانامون خوشتون میاد لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از داستانهای جدیدمون با خبر بشید. ممنونم.